طبق روزنامه در جلسه شورا 45 مسئله مورد بررسی قرار داده شد. اعضای شورای مجلس ملی قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مراتوری با سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری و درباره استحصالات ارگانیکی را که در شکل قانون‌های مکمل قبول گردیده‌اند بررسی نمودند. همچنین یک قطار سندهای قانونگذاری اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با قانون‌های عمل کننده از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با کودکس انداز جمهوری تاجیکستان اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خوجگی یاری رسانی شخصی اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خرید دولتی اوید با وارد نمودن تغییر و الوه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره با معیار ضروری تکنیکی اوید با وارد نمودن تغییرات با قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیر تجارتی اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های دولتی اوید با وارد نمودن الوه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره راه‌های автомобилгард و فعالیت راهداری اوید با وارد نمودن الوه‌ها با قانون جمهوری تاجیکستان درباره حرکت در راه و اوید با وارد نمودن تغییرات با قانون جمهوری تاجیکستان درباره گروخانه مورد محاکمه اعضای شورای مجلس ملی قرار گرفتند. در ادامه یک قطار پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه بازخوان نمودن و انتخاب رئیسان، معاونان رئیس و судьяهای سود عالی و سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان قرارهای دخلدار شورای مجلس ملی قبول گردیده با ترتیب مقرر گردیده برای بررسی با اجلاسی 21 مجلس ملی پیشنهاد کرده شد. اعضای شورای مجلس ملی همچنین پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را درباره دادن رضایت برای آزاد و تعیین نمودن پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان و معاونان او بررسی و در آن خصوص قرارهای دخلدار قبول کردند. در فرجام لایحه‌های قرارهای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2024 و درباره از وظیفه راهبر دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن ادریس‌زاده الیاس مومین محاکمه گردیدند.